ممنونم که همه اومدین و این بازی رو پوشش دادین. بنده اول عذرخواهی میکنم به نمایندگی از کادر فنی، از همه هوادارا. بالاخره فوتبال بعضی وقتا پیش میاد و من واقعا عذرخواهی میکنم از این بابت و این قول رو میدم که انشالله در آینده جبران کنم. نکاتی هست که من باید خدمت مردم خوب رشت عرض کنم و استان گیلان. همه باید واقع بین باشیم که این تیم امروز که ما بازی کردیم 22 روزه که داریم کار میکنیم. حالا نسبت به بازی تیم مثل کرمان شما نگاه کنین، دو ماه و نیم فکر کنم اون تیم با اون هزینه بازی کردن. شاید خیلی از بازیکنای ما که امروز داشتن بازی میکردن 10 روز شاید هم یک هفته با ما تمرین کردن. ببینین در مجموع من فکر کنم فوتبال خیلی خوبی ارائه دادیم. اون چیزی که از بچه ها خواسته بودیم انجام دادن و میتونستیم 2-3 تا بعد از گل اول 2-3 تا موقعیت خوب، 2 تا نیمه اول داشتیم، یه دونه نیمه دوم متاسفانه گل نزدیم. ببینین لیگ یک همینه، موقعی که شما استفاده نکنین یه تیم با تجربه میاد مثل کرمان. لیگ یک بازن بالاخره بازیکن با تجربه دارن و از کوچکترین موقعیتی که اونم ما خودمون بهشون دادیم استفاده کردن و زدن تو دروازه. من فکر کنم امروز یه موقعیت تو طول بازی مسی‌ها برای خودشون خلق موقعیت نکردن. اون موقعیت هایی که دادیم و 2 تا گلی که ما خوردیم من فکر کنم رو اشتباه فردی خودمون بود و باید بریم در آینده جبران کنیم، تمرین کنیم. خواهشی که دارم که از اعصاب رسانه مخصوصا شما تیم داماشو یه تیم قابل احترام بدونین. من فکر کنم ما بازیکن خیلی خوبی داریم، کادر خیلی خوبی داریم. آقای زحمتکش مالک باشگاه دارن واقعا زحمت میکشن. یه شرایطی پیش اومد که این تیم دور شروع کنه. این دور شروع کردن باعث شد که ما یه مقدار 70 دقیقه خودمون باشیم ولی 20 دقیقه ما تایمو دادیم به تیم حریف. همینم باعث شد که بازی رو از دست بدیم. بازم عذرخواهی میکنم از مردم. من محمود خرمزی حدود نزدیک 20 سال کنار مربیای بزرگ تو این ایران کار کردم. هیچ جا ندیدم مثل این تماشاگرها. واقعا سنگ تموم گذاشتن. من خودم لذت بردم از این حال هوا. خب واقعا من خودم روبروی این تیم اومدم بازی کردم. موقعی که بازی میکردم مربیم بودم، بازی کردم روبروشون. بهترینن از همه نظر. من قول میدم که انشالله جبران بکنیم به نمایندگی کادر فنی. یه موضوعی هم باید در نظر بگیریم که باید به ما زمان بدن. اون زمان رو ما واقعا میخوایم. نگاه کنیم، ما اون تایمی که باید بازی تدارکاتی شاید بالای 10 تا مثل کرمان بازی تدارکاتی انجام داده ولی ما 2 تا بازی انجام دادیم. این توقع رو ما داریم که مردم از ما درسته نتیجه میخوان ولی به ما فرصت بدن. اگه سوالی هست من در خدمتتون هستم. فکر نمی‌کنید که تیمتون یکم واسه لیگ یک خیلی جوونه، نیاز به تقویت داره، تو خط جلو مخصوصا تمام کننده نداری؟ ببینین ما باید بازی بریم جلو و نقطه ضعف خودمون رو پیدا کنیم. ما هم مثل شما نگران این موضوع هستیم، کادر فنی نگران این موضوع هست. ما 4 بازیکن جا داریم و داریم به حساباً رو اون کیفیت بازیکنایی که به درد اون میخورن دست میذاریم. انشالله با مالک باشگاه هم صحبت کردیم، انشالله 3 یا 4 نفر تو طول هفته یا هفته های آینده به ما اضافه خواهد شد.